دریچه سخن با فرهنگی ورزیده، مطبوعاتی سابقه دار و شخصیت چند بعدی کریم مشتاق نوری. دریچه سخن بازتاب دهنده و منعکس کننده واقعیت‌های عینی افغانستان و جهان. دریچه سخن. بینندگان بسیار عزیز و گرامی، سلام. ساعت سوم برنامه دریچه سخن است و من کریم نوری باز هم در خدمت شما هستم. 2 ساعت برنامه سپری شد و انشاءالله که تلفن ها را شروع میکنم میگیرم و از جای خود خواهش میکنم که در تلفن ها هم سر مسائلی که برنامه دریچه سخن مطرح میکنه و گپ هایی باشه که در خور برنامه دریچه سخن باشه، انشاءالله تلفن میگیرم. باز پس بله بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله آقای نوری عزیز، سلام دارم. من نوری هستم از فریدا. بفرمایید صاحب. آقای نوری خوش آمدین، صفا آوردین. با تشکر فراوان شما. من به قول معروف یک کمپلیمنت، یک ستایش بکنم که 24 ساعت هم کم است. نام خدا خوب معلومات زیاد داریم. مهربان هستین شمالت. اما من میخواستم امروز یک شعر روایتی خود مرا بله که در جنگل چناران یا دسپیدارون و پرزنگله که هست بله این بخوانم. شعر نو است به زبان پشتو و ضمن با داخل چند صحبت داشته باشم که من چی خواستیم به این شعر. بفرمایید. از فرزاد جان رامی خواهش میشه که اگر صدای گوشخراش مرا یکمکی کوبتن. دسپیداران و پزنگلکی هاوی به څو دشکالو له جګړو نه وروسته دسپیدارانو په یوه ګڼ ځنګله کې چې ځنګل نیم وسوځېدلی د بابو له لاسه یو بل وپېژندل. دواړه رنځور ډېر ځورېدلي د جګړو له لاسه. د وصال شپه څه طوفاني غوندې وه. له سپیدارانو توتکۍ وتښې، توتکۍ څه سپینه سپوږمۍ وتښې، چینه وه وچه د در پیغلو نه لنډۍ وتښې، د هلک سره سوي سکاره زړګي کې د چناري ونې له سترګو نه برېښنا ځلېده. جلکۍ وه تبه، هلک و تږی. شپه طوفاني غوندې وه، تالنده ترکېدله، باد هم تالنده د زړه له کومې په دوزخي غږ بدرګه کوله. شپه تیاره غوندې شوه، د چناري ونې له سترګو نه برېښنا تښتېده. هلک و تږی او له خیالو نه یې د جنګ ټوله غوغا تښتېده، د توغندیو هیولا تښتېده. جلکۍ دې زهرا سره ځو ما کنډواله لیدلې، ته مسافر ستړی ستومانه ځورېدلی آشنا، له جهادونو تښتېدلی آشنا. راځه چې ځو یو غړپ اوبه درکړمه، اوبه خو څه چې څه خواړه درکړمه. تالندې اور بلاوه، اور بارانونه شیندل، پد و په نړېدلي کلي د مجاهد طالب خاطر کې له ځمکې تر اسمانه پورې د تودې مینې ګمانونه کړل. جلکۍ ډیوه بله کړه، په عنابي نکریزې لاس یوه پیاله ډکه کړه. له نفسونو یې ډیوه رپېده، د جلکۍ سپین ګلابي مخ کې پرښته رپېده، د جنت هوله پښتنه رپېده. نری باران ورېده، د چنارونو سر ته سحر سبا کې توتکۍ راغللې. ګودر چینه شو، د کلي پیغلو ته لنډۍ راغللې، د غرو لمنو ته کوچۍ راغللې. تشکر. بسیار تشکر آقای نوری. بفرمایید. خیلی با اجازهتان محکمه
یا کمک خلاص بگیرین نام خدا اینا اشغال شد 1 ساعت دیگه یا تا 45 دقیقه دیگه داریم. بفرمایید صاحب. شما اجازه بفرمایید که جا حرف سر اژدهای خودی است. بله. و پیامی که در این شعر دارم. بله. که پیام صلح سراسری است. بله. اژدهای خودی یا خپلزانی خامات اصلا در وجود در قلوب همین مجاهد و طالب و القاعده و داعش است. مطلب که برنامه تون صحبت میکنم. بله. کونا بهشت موعودی را با 72 تا دختر بالغ 18 ساله را وعده میکنن و هرچی خشونت است بالای زن میکنن. ما تانستیم که همون یک اژدهای خودی یا خپلزانی خامار را به شعر رواجی همونجا که همه با آهوانها و خمپاره ها همین قریه و جنگل کناران اینمی مجاهد چی کده ویران کرده و سختانده وقتی که به با واسطه انتحاری میتیش باز میترسه جوان هستی همونجا هست که های میدان و تای میدان و در جنگل چناران یک زن جوان پشت میبینه اولا میبره و بالاخره عاشقش میشه یعنی بهشت عبور بهشت دیگه دنیا را در کره خاکی برش نشان میده. همین پیامی بود. تشکر. بسیار تشکر. مهربان هستین. تشکر شد. بله بفرمایید. سلام علیکم. آقای نوری. السلام علیکم. قاضی صاحب کجا هستین؟ چطور هستین؟ خوش آمدین. جناب محترم از کجا آغاز کنیم؟ از کجا برنامه شما یا داوری نمایید؟ مهربان هستین. هر دریا را هر در سمندر را در یک خوزه انداختن. برای خدا زنده خوب باشین و به این معلومات این اوراق شما که همون معلومات شما که نمودین ما که محاسبه میکنیم و کتاب اوراق شما مطالعه نمودین یکی کنین سیاف و کشاف و قرزی و غنوی عبدالله را خورجی را مردن خواب بتوانه اینا شاگردی دستبوسی شما را کنن شاگردی شما را قبول کنن شما را مشاوری اعلی بسازن این جنایتکارها برای خدا معاون سخنگوی شما خود اشاره نمودین بسیار خوب هرمین سری 3 ساعت شما لطف نمودین جامع معلومات دادین و ما دقیقه شماری از آغاز اعلان آقای خطاب میکنیم زنده باد پیام افغان. خب از صورت شما در آغاز برنامه معاکس تیتر چی نازنین بچه بود لیکن لباس از با امریکا بیرق و انبوبویشان یکدم در کلیم گشت که زیادترین انمی طور اطفال قاتلش حکومت خود امریکایی بوش است ببین در طور برو چی کدن اولادای ما که نو تولد میشه کلی نقص دوز یاد عراق چی که در اطفالی نکشتن برای خود همون لباس نماندگی هم امریکا را میکدن ظالمترین در کره ارز زمین انمی بوش هستن خود اون میم بالاتر میریم اما دیم بایی که آقای این چیز نوری یک نبیل یه افسان از کجا به دست آورده رکی که در دست طوله دارن از امریکای ISI اسنادایشان اینا به ایران نمودن یکی در دست طولانی که در پرسی که در خوار و زمون چرا هستن پیش امرالله چقدر ایتر اسناد باشه پیش قرضه چقدر باشه کده در روی اسناد کشه یا اینا جعلی خط بوده باشه جعلی اسناد مثل که در اکسفورد دیپلمات ساخته میشه این چیزا میشه اما دیگه برنامه شما شیر و شکر است یک اینا پنچیر مردم یک مشاعره را شما البته معلومات دارید 100% بطوط یک مشاعره را جور نمودن زنده باد نمیتون مشاعره بسیار خوب هستن برادری و دوستی را اکجام لیکن جمعیت و نظر مخلص نیستن این چیز نفکر میکنیم دوزدهی زمروت و لازوار که به یک پلیتفارم جمع شود اینا مشاعره را گفته که مرد کل افغانستان برادر و برابر هستیم لیکن کاش که نمیره چیز کنه شما البته بو اشاره ننمودین اشاره اینده اشاره ساخت شاید چیز کنیم اتراپیک خوب شده فاروق وردک رمی جنایتکار از تاریخ تنها فاروق وردک مرمی داره اما جلالی چیز شد وزیر داخله که اسمای کچک برای تاریخ نبردن ولی یک 9 نفر بسیار جوان مردانه آقای ایوبی که تولد شد پیدا شده اما 70 نفر وکیلایشان هم شد بگیره کی پیسه گیره خیر برای خود طول عرض تجارت است وقت شما تشکر میکنیم مهربان هستیم نظر نشون لباس شما بسیار مرا امپرس میکنن مهربان هستیم دکتر مرا خوش اگر زنده خوب باشه از بسیار مهربان هستیم مهربان هستیم بسیار تشکر
قاضی صاحب شما همه بله بفرمایید. سلام علیکم. از شما تشکر قاضی صاحب، شما همیشه لطف داشتین در برنامه دریچه سخن. بله بفرمایید. سلام علیکم، در خدمت هستم. دریچه سخن بفرمایید. آقای نوری درود به پایان، هر زیاد احترام خدمت شما، خدمت بینندگان. و علیکم السلام آقای خراسانی، خوش آمدین. بفرمایید. سلامت باشین آقای نوری عزیز. سر کلیات آجاندای صحبت شما اگر اجازه باشه ما کوتاه خدمت شما چند نکته را بیان میکنم. بفرمایید. البته صحبت های شما روی بهار عربی بود، روی موضوع روسیه و آقای پوتین و بالاخره آقای اردوغان و موضوع پاکستان و هندوستان. آقای نوری عزیز، رهبرا و یا لیدرشپ های ما، رهبرای ملی در افغانستان در طی 30 سال 40 سال نبودن. متاسفانه که اینها خودجوش نبودن. حرکت های از اینا نظام های استبدادی و در پشت سر از اینا یا روسیه بوده یا امریکا بوده. البته افراد و اشخاصی بله از شما لاینتان قطع شد آقای خراسانی. آقای خراسانی پس دوباره زنگ بزنین، لاین شما قطع شد. 3-4 لاین دیگه. بله بفرمایید. بله صدای من میشنوید؟ بله بفرمایید صاحب. السلام علیکم آقای نوری، من قوز زلمه هستم. السلام علیکم، چطور هستین جناب دکتر؟ خوب هستین؟ خوش آمدین. جان شما جون شما والا بخیر. پروگرام شما را تقریبا 2 ساعت و 15 دقیقه است پای به جفت شیشته میشنوم میبینم. مهربان است. نام خدا بسیار جالب. پروگرام تسلسل منطقی داره از نگاه ژورنالیسم. خوب است که موضوعات مختلف هم سیاسی، هم هنری، هم ادبی، هم پرورشی، هم معلوماتی کلی گپا رو برداره. براتون زیاد حوصله میخوایم. و قسمی خودتونم گفتین اگر شما را بانیم ان شاء الله 4 ساعت دیگه هم گپ بزنین و خدا کنه که شنونده ها بتونن در روز رخصتی و بیننده بشینن از گپای شما استفاده بکنن که من زیاد استفاده کردم. بازم براتون تبریک میگم، حوصله میخوایم براتون. تشکر از خود شما و قلمتون همیشه به حساب چی براتون بگم تبتون روان باشه. بسیار مهربان هستین آقای احمد غوث زلمه. از لطف شما، از تشریف آوری شما به برنامه دریچه سخن تشکر. شما لطف کردین، در برنامه قبلی هم آمدین و سالهای زیادی است در مطبوعات با هم شناخت داریم و همیشه لطف داشتین و از اینکه علاقمند برنامه دریچه سخن هستین و لطف داشتین. بسیار تشکر از لطف و حضورتان و ما همه تو بارها یادآوری کردیم که برنامه دریچه سخن در خدمت فرهنگیان هست، در خدمت ژورنالیستان است. هر کدامشان لطف کنن، مهربانی کنن، به این برنامه سهم بگیرن، اشتراک کنن، نظریات خود، گزارشایی که از منطقه خود دارن اونا را بیارن، از طریق همین برنامه بازتاب بدهن و ما در خدمتشان هستم. که ما هم برنامه بسازم و هم بیایم و به هر کس یک تلفن کنم، از کلی دعوت کنم. این موضوعی است که این از وده یک نفر بسیار زیاد، من خودم یک آدم عاجز هستم، بسیار دور است و به خاطر ما خواهش میکنم که حیزای ما اونا خودشان لطف کنن و بیان سر موضوع. خب بیشتر سر مسائل نفس و این چیزا صحبت شد. آقای نوری هم گفتن، میگه مادر بت‌ها بت نفس تو است، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. تا زمانی که هر کسی که خصوصا کسانی که در چارچوب ادارات دولتی میآیند خودشان این تصمیم و اراده را در خود نگیرن و درک نکنن که به اصطلاح اما نفس خود به اصطلاح نسوزانن و در خدمت مردم خود نباشن و یک درک عمیق و دقیق از کشور خود، از مردم خود نداشته باشن، این به اصطلاح همه چیزا را به اصطلاح خودش ببلعه و بخوره و در فکر مردم خود نباشه. این مشکلات است که روز به روز جریان می داشته باشه و میخواستم یک تلفن دیگر هم بگیرم. بس بله بفرمایید. سلام علیکم. آقای نوری جان بله بفرمایید. سلام علیکم. ببخشید که لاین شما قطع. البته گفتم افراد و اشخاصی بله خدا به عنوان صاحب نظر یا سیاسیون یا در حقیقت سناتورای شکست خورده امریکا که البته درش هم آقای خلیلزاد گاه وقت با پردای تلویزیونی آقای بیاض ظاهر میشه و صاحب نظر است. متاسفانه آقای خلیلزاد بعد پاسخ به کشتاری که در عراق شده، در افغانستان شده، جنایتی که صورت گرفته، باید با او جنایتش پاسخ بده، باید محاکمه شود. مثل در کنار بوش و که تابون بلیر که صدر اعظم انگلیس
اینها جنایتی کردن که تن و بدن جهان در خون غرق کردن. وقتی که آقای خلیزاد صحبت میکنه، ما یواجه از او در این خانه اگر پرده تلویزیون صدای از این میشنوم، ما بسیار شرم میدارم که چگونه این آقا میآیند پاکستان را تبیین تحقیر میکنند، در حالی که پاکستان یکی از متحدین امریکا بودن پاکستان استراتژی امریکا را در منطقه استوار میسازه، میتونه که آسیای میانه را دچار مشکلات کنه، مرکزهای دهشت افغانی، کشتار، قتل، جنایت در داخل پاکستان آماده می شود. این افراد اشخاص باجگیری هایی که در این اواخر از حکومت ضعیف آقای اشرف غنی، پوله هایی که درش هم آقای رئیس اجرایه، اینها آنقدر مردم رهبرای بی‌مسئولیت هستند که مردم افغانستان هر روز قربانی می شود. مثل آقای سعیدی که اشکاش میریزه و داد میزنه و شما دیگرها میایم صدا بالا میکنیم، اینا فقط گاه سفر کنن، گاه حرفی عربستان سعودی که وابیا در اونجا نشستن و پوله ها را در اختیارشون قرار بدن، مردم ما را به نام قوم و تقسیم بندی های قومی کنن، به نام پشتون و تاجیک دامن بزنن. البته بهار عربی تون در کوتاه میگم که بهار عربی نبود، بهار جنایت و کشتار و قتل دست استخبارات امریکا و ناتو اشغالگر بود که برای نیفت کشورها را پارچه پارچه کردن، ملت ها را میلیون ها انسان تشکر آقای خراسانی. دو دفعه نام خدا صحبت کردین، لینا را چند میایه بر ترتیب گپایتان شما گفتین. من میخواستم یک ساعت بعدی راست فقط کسایی که سر مسائل بر ترتیب، اگر ما باز هم گفتم سر مسائل بهار عربی و باز موضوعات دیگه قصه کنم و گپ بزنم و راجع به هر موضوعش هم گپای زیاد و دلایل بسیار مدلل هم دارم و بگویم بسیار گپ ها طولانی میشه، ولی به هر ترتیب خواستیم هی است که برای آینده سیاسی افغانستان ما گفتم از این شرایط موجوده یک استفاده ابزاری صورت بگیره و بیشتر تاکید و تایید ما سر مسائل که در رأس حکومت وحدت ملی هستند، اینها باید از این حالت یک استفاده کنن، اینکه کی بود، چی نکرد و چی کرد و چی میکنه و یا چی گفت یا چی نگفت. ما و شما بسیار مسائل هست، بسیار گپای را هم در سطح بین المللی میبینیم، هم در سطح منطقی میبینیم، در سطح کشور خود ما میبینیم که واقعات افغانستان هر لحظه در تغییر است، هر لحظه خبر کنه میشه، خبر تازی در تحولات و تغییرات جهانی رونما میشه و این موضوعات را همه را میبینیم. منظور من است که دریچه سخن ما بارها گفتیم، تاکید کردیم، خواهش کردیم که برنامه دریچه سخن یک برنامه اکادمیک است. کسانی که میان فرهنگی بسیار عزیز میان، کلگی که میان از موضوع تحقیر و دعو و دشنام و از این مسائل بسیار در اما اگر نقدی هم میکنن در پرتب آرامش، در پرتب ادب، در پرتب اخلاق باشه، بسیار خوبتر است نسبت به اینکه آدم حمله کنه. ما خودم شخصا بارها گفتیم، یک بار دیگه هم میگم که ما یک آدم روزنامه‌نگار هستم، تغییرات با سخنان خود با همین طرز صحبتی که دارم به همین قسم میگم و اینمی از این بالاتر از شأن من نیست که دستک و قولکی بزنم و یا بس بگویم که ایتر شد، ولی مسائل رو در کار خود بلد هستم، میفهمم که جریانات سیاسی افغانستان از چی قرار است، هر کدامش میتونم تجزیه و تحلیل کنم، هر کدامش که در مسائل سیاسی افغانستان کار کردن و پست‌های بلند دولتی را کار کردن، مسائلش اما موضوعاتش آگاه است. ما تا به بسیاریشون لایف و زنده همراهشان نشستیم، صحبت کردیم، مصاحبه هایی کردیم و مطبوعات تقریبا اضافه از 13 شاهدی گواه و مدعا هست که با ایشان لایف صحبت کردیم و از اون روزنامه‌نگارای هم نیستم که به اصطلاح برام همراه یک نفر بشینم که ببخشید از خوردنی ها چی را خوش دارین و چی میکنین و چطور میرین. ما میخوایم با کسانی که در سیاست افغانستان در پستا و ردیف بالا هستن، سیاسیون ما، با اونها لایف و مناظره بکنم و با اونها به اصطلاح دیالوگ مصاحبه کنم، نه مونولوگ یک چیزی ما تو خط کشی کردگی یک کسی برست نبته ما برام برزو بگیم که چی را خوش داری و چی را نداری، چی میخوایی چی نمیکنی، پس بیم نه. و میخوایم امو لاجرم همراه خودش بدون ازی که کدام سوال در دست ما باشه، همراهش لایف چی رئیس جمهور هستی، رئیس اجرایی است، چی بس کسای دیگه که در کابینه هستن با هر کدامشون سر مسائل کاریشون لایف صحبت کنم و به اصطلاح تلویزیون‌های 24 ساعته هم حاضر و ناظر باشن و مردم در پرتو ایمان و اخلاق خود بررسی کنن. ولی بارها خواهش کردیم که زمانی که من تلفن میگیرم ایره بسیار خواهش میکنم از پیشتون که برنامه دریچه سخن در برنامه محافظه‌کار نیست.
وضاحت ها در اینجا موجود است، همه چیزا. ولی یکی همین گپایی که والا فلانی خان خوب بود، فلانی خان خراب بود، فلانی خان خوب است، ما گفتم برای آینده سیاسی افغانستان از این فلانی خان ها از همش بگذارین، فقط یک طرح نو رقم بزنیم تا در آینده روشنی را به اصطلاح در قبال داشته باشیم. ما یک لاین دیگر هم میگیرم، باز پس امیدوار هستم که لاین یک لاین بله بفرمایید صاحب. بفرمایید. سلام علیکم آقای نوری. بله بفرمایید، خوش آمدین صاحب، بفرمایید. آواز ما دارین؟ بله صاحب، با گوش هستم، میشنوم، بفرمایید صاحب، در خدمت هستم. ما برای بیننده های شما گوش هستم صاحب، بگوید. شما و برای همه دوستا عرض سلام میرسونم. مهربان هستین، بفرمایید صاحب. گوش هستیم صاحب، شما گپتون گوش. میخوایم نظر شما رو میخوایم، چون در آغاز برنامه صحبت کردین راجع به وضع سرحدات افغانستان، منازعه سرحدی بین افغانستان و پاکستان. اینا یکی از برنامه‌سازهای تلویزیون پیام افغان به نام صدیق متین بسیار پرشور برنامه ریزی میکرد، در این تلویزیون میامد برنامه مطرح میکرد، پالیسی مطرح میکرد. ما شما یک ضرب‌المثل داریم که میگیم نه به اون شوری شو، نه بیبی نمکی، چون برنامه داره چه سخن سیریات میکنیم. حالا همون آدم بیخی کم شد، سیاست‌هایش کم شد، پالیسیش کم شد، چقدر با کنترل صحبت میکرد. نظر شما راجع به همون برنامه‌سازی و راجع به ویدیوگران و راجع به پالیسی سازی و که بازگو میشن و برنامه‌سازی چیه؟ اقواگری مردم نیست. نظر شما بسیار تشکر. هرچند من تشبث از این نمی کنم که راجع به کدام برنامه ساز دیگه، راجع به کدام تلویزیون دیگه مشخصا و مختن صحبت کنم. البته این روحیه نیست، هر کس دیدگاهی از این آزاد از خودش میره و یک برنامه را میگیره و یا به اصطلاح وقتش میخره و صحبت هایی میکنه. این مربوط و منحوت به بیننده میشه که بیننده چه قسم برنامه ها را ببینه و از چه قسم برنامه ها استفاده کنه. خب بر ترتیب یک کسی یک برنامه را میگیره و دو روز بعد به اصطلاح خواهشات بلندتری هم می داشته باشه، ولی وقتی که در مجموع مراجعه میکنی که خود از این آدم چقدر مشکلات داره، از او خاطر برنامه سازا ممکن زیاد بین چنانچه آمدن بازش رفتن بازش ماندن، ولی این مربوط و منحوت به این میشه که مردم من چرا در مقدمه یک صحبتی کردم و گفتم که برادرها ما و شما وقتی که یک برنامه را تقویت میکنیم باید اخلاقا و وجدانا فکر کنیم که ما چه قسم یک برنامه را او را بخوایم فراخور حال احوال و فراخور جیب خود او را امرش همکاری کنیم. طرز سخنی از او را، معلوماتی او را، دانشی او را، همه موضوعات باید ارزیابی کنیم و عزت یک برنامه داری را باید مد نظر بگیریم. هر برنامه سازی یک دو نفر برای قربانگویی را پیدا میکنه و اونا تعریف میکنه یا میرن یا میان یا میباشن. به هر ترتیب باید اونقدر سر از این مسائل باید فکر شوه که نوع برنامه سازی باید قسم باشه. برنامه در چه سخن مقلد و دنبال رو هیچ برنامه و هیچ نهاد و نیست. از خود روش منحصر به فرد داره، از خود راه و روش داره، از خود سخنی برای گفتن داره و من آرزو میکنم که برنامه دریچه سخن بیشتر از 3 ساعت باشه، وقت زیادی باشه که ما سر هر مسائلی را که شما مطرح میکنین و عقل قاصر ما کار میته سر از اونها صحبت کنیم. ولی که ما بگویم برنامه ساز دیگه تو کد یا انت نکد یا تو نکد، بعضی کسا هستن و تایتل یا لوگو یا سیگنال برنامه خود که انتخاب کردن ولی با برنامه خودشون با دانششون هیچ سر نمیخوره. چیزی را که انتخاب کردن و عنوان برنامه، نام برنامه، وقتی که مراجعه میکنی ادبیاتی را که اینا استفاده میکنن، سخنانی را که اینا مطرح میکنن، گپ‌هایی را که میزنن، به هیچ وجه با عنوان برنامه‌شون وفق نمیکنه. و به او خاطر ما بارها گفتیم که برنامه سازی یکی از کارها هستند. امروز کسانی که الحمدلله در سطح مطبوعات حرفه‌ای میبینن و میفهمن و درک میکنن که دریچه سخن یک برنامه است که عزت مردم افغانستان در نظر داره و الحمدلله روز به روز هم این موضوع در بین ذهن مردم ما نهادینه شده میره و ما ایره از لابلای پیام ها و همکاری های دوستان خود درک میکنم، میبینم و همین خودش باعث از این میشه که ما بیشتر تلاش کنم که اگر بتونم اوقات بیشتری ما در خدمت اعضای خود قرار داشت بگیرم. بله بفرمایید. سلام علیکم. نوری است. بله سلام علیکم. من بادلات تیموری هستم. بفرمایید آقای تیموری، در خدمت هستم. بفرمایید صاحب. آله صاحب شما بیرق گرفته در یخنتان لغادی خود رئیس جمهور که کد نباشه اون بیرق نشان ملک مملکت خود در کرسی خود نصب میکنه. همین دمیر
خب این موضوعاتی را که شما میگین بیرق آقای تیموری نامتون هم خدا کنه نصیب باشه، بیرق این ضرور نیست که یک آدم رئیس جمهور باشه بیرق در سینه خود نصب کنه. وقتی که آدم به قانون اساسی کشور خود تعهد میکنه، وقتی که بیرق کشور خود دوست می داشته باشه، وقتی که به ده ها ورزشکار بیرق کشور خود در بس مجامع بین المللی به اعتزاز میاره و بیرق کشور خود میبوسه، بر چشمای خود میشکه، بر فرق سر خود میمونه. من هم به حیث یک روزنامه‌نگار وطن که در مسائل کشوری کارشناس هستم، از تریبون‌های محلی و ملی چی که در تریبون‌های بین‌المللی هم یک صحبت بر ما پیدا شده که سر مسائل کشور افغانستان گپ بزنم و با بسا بزرگاه هم نشست داشته باشم. با او خاطر من فکر میکنم از کسر شأن شما نمی‌افزاید، بلکه هی به نما و نمادی عزیز است که ما کشور عزیز خود افغانستان سخت دوست دارم، مردم خود دوست دارم و هر آن کوششی که دارم در خدمت این مردم باشم و کار کنم. و ای که شما گفتین که به اصطلاح این تنها رئیس جمهور میمونه، یا گپتون هم گپ است که بسیاری کسای هم هستن که رئیس جمهور هستن ولی به بیرق خود هیچ وفادار نیستن، اصلا بیرق خود برش احترام ندارن، به ملت خود احترام ندارن. ولی ما الحمدلله از این تریبون با صداقت میگم که هم ملت خود دوست دارم، هم بیرق خود دوست دارم، هم کسانی که با ما همکار هستند اونا را دوست دارم و یک حرمت متقابل با هم موجود است. فلهذا میزه و که من قلبا چیزی که میگم و به زبان رجوری میسازم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید، در خدمت هستم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید، در خدمت هستم. جناب نوری صاحب خوب هستید؟ شما خوب؟ مهربان هستین، خود معرفی کنین، در خدمت هستم. احمدی هستم از آلمان. هم شما به تمام هستم. تشکر از برنامه بسیار خوبتان. مهربان. برای ما افغان‌ها یک رویه میبخشید. مهربان. و راجع به دوستم از قبلا زنگ زده بود. من مثل ما افغان‌ها چرا که ظاهر پرست هستیم سر مسائل بسیار ساده‌ای و کوچک همیشه بحث میکنیم که چرا بیرق اینجا نصب کردید و شما رئیس جمهور هستید. اصلا جای بسیار اگر واقعا چه بگوییم خجالت میکشم. خواهش میکنم. رسانه‌های جدید که از تمام دنیا میبینیم در سطح فرهنگ ما بسیار ضعیف نشان میده. چطور ما به مسائل کوچک میپردازیم؟ باید مسائل بسیار تازه را بحث کنیم و راه حل برای بهبود کشور خود بحث کنیم. دیگه حل نمیشه که فلان چطور بود بستان چطور بود. این مسائل ما را خود ساخته و دیگر هم از این قافله پیشرفت و تولد ما را عقب گذاشتند. ایرانی هم خجالت میکشند. خواهش میکنم. واقعا شنید. و امیدوار هستم از تمام سر مسائل فرعی و کوچک بسیار خارجی نکرد درها و پلانهایی که برای بهبود جامعه ما کمک میکنه، برای وضع جامعه ما کمک میکنه، این مطلب سازیم بهتر از دست ما. تشکر از برنامه خوب شما. بسیار تشکر آقای احمدی، لطف کردین. ما به اصطلاح ما ابتدایی که در مطبوعات پا گذاشتیم عزیزای ما، کسان بزرگوارای کسانی که چند سبای پیشتر از ما در مطبوعات بودن یا چند پیران پیشتر کونه کرده بودن، از کلشان هم میتو شنیده بودم که باید کسی که در مطبوعات پا میگذاره پوست کلوف سر بسیار فراخ داشته باشه، گپ ها را بشنوه و در مقابلش مشروط به این که جانب مقابل هم با یک تمکین جانب مقابل درک کرده باشه. من از امی آقایی که همینطور موضوعی را مطرح کرد، آیا برمی وزن ما از کسی دیگی هم تو یک سوار رکدی بجز از که کدام کسی برای خودت یک چیز را دیکته کرده باشه. و همیال برات میگم من یک آدم بسیار فقیر هستم، ولی همه قدر بر شما میگم امی وجدانن در پرتو ایمان و اخلاقت امی پیش از آقای احمدی که تلفن کردین در این سطح دولت وحدت ملیتان برابر ما که یک روزنامه‌نگار عادی هستم، چند نفر در حکومتتان دارین؟ فقط یک نفر براتون گفته یا یک جای یک برنامه را سوچ کردین پس یک چیزی میایین میگین. و هر ترتیبی چیزا مرا هیچ وقت نارام نمیسازه. ما عزیزایی که مرا میشناسن اونا وزن مرا میفهمن، من خودم این درک دارم الحمدلله و هیچ وقت. بله بفرمایید. سلام علیکم، در خدمت هستم. بفرمایید. بله سلام علیکم نوری صاحب. اجان بفرمایید، در خدمت هستم. سلام علیکم.
آواز میشوین نوری صاحب؟ من حیرت هستم. صحت شما خوب است؟ السلام علیکم آقای ایرج، چطور هستین؟ صحت شما خوب؟ بفرمایین، خوش آمدین در برنامه. خوش باشین، مهربان هستین. برنامه شما خدا برنامه است که باید به توصیف نداره که من تفسیر کنم. و تا همین پیشتر موضوعی که به میان آمد شما یک سخنهای دادین، یعنی جواب دادین که دندانا ریخت. مهربان هستین. همین قبول کنیم که با جوابتان دندانا را ریختاندید. مهربان هستین. تشکر شما بیننده برنامه تان هستم. بسیار تشکر آقای احمد اشرف حیرت. از بازمانده حیرت های عزیز که من به کلشون احترام دارم، آقای احمد اشرف حیرت یکی از یارای خوب دریچه سخن هستند. همیشه برنامه ها امو صبحش که در یوتیوب میبره، ایشان در صفحه فیسبوک خود تکثیر میکنن، برای ازا تقدیم میکنن. آگاهی هایی که از سطح فیسبوک ما نوشته میشه و ابلاغ میشه به سمع عزیزان ما رسانده میشه، اینا هورا تقسیم میکنن میرسن و یک همکاری است و دست کم نمیگیرم و این بازماندی و هنمو خانواده حیرت هستند که با هر کدامشان، با برادرشان مرحوم مغفور عبدالله ماهب حیرت که سالها جریده مقبول و وزین اتحاد آزادگان داشتن و در اوج نوشت‌های زیاد ما چاپ شده بود. من همراهشان همکاری کرده بودم با برادر دیگهشان شاعر بسیار خوب، خداوند مغفرتشون کنه، احمد صدیق عیا و همه خانواده عزیز اینا هممو بازمانده مونا هستند که به اصطلاح میفهمن که چه کسایی را همراهشان همکار باشن و چه کسایی را به اصطلاح اونها حرفه‌ای هستن، مسلکی هستن و اینا همیشه همکار هستن. و بازم از اینکه شما سهم گرفتین تشکر. بفرمایید. سلام علیکم، نوریستم دریچه سخن. سلام علیکم. بله سلام علیکم آقای نوری. بفرمایید، خوش آمدین. ما با تایید حرفای غوث زلمای خواهش میکنم تنها خبره گپ زنه، کسایی که اهل دانش هستن، اهل فهم هستن، مزاحمت خلق نکنم. مجبور ما گپ زدم. ما میتونم که یک شنونده باشم برای شما، بشنوم یا بیاموزم. تشکر. از شما خود صحبت‌های هر طرف باریم اگه خلال کنیم خواهش میکنم کس خبره زنگ بزنه. من مجبورا زنگ زدم، اگر زنگ نمیزنم. مهربان است خدا معرفی نکردین خدا. عزیز هستم از آن بود. بسیار تشکر آقای عزیز جان، بسیار مهربان هستین، لطف کردین از سهمتان. بله بفرمایید، دریچه سخن در خدمت هستم. سلام علیکم. حضور جلالت مآب محترم آقای نوری احتراماتم را قبول بکنید. مهربان هستین، بفرمایید، خوش آمدین. و روی شما را میبوسم. من نوری سم از سنت لویس صحبت میکنم. نام خدا نوری ها امروز الحمدلله 3 ساعته شما را از اول تا به آخر شنیدم. همه قابل احترام است و بسیار آموختم و یک بار دیگر از خداوند برای شما موفقیت‌های بیشتر می‌خوایم و نامه سرکشاده‌ای که به سازمان ملل متحد روان کردین، دعوتی از نخبگان و اجماع ملی را می‌سازین در این راستا به خاطر آرامی ملت مردم افغانستان که یتیم و بیوه آرام میباشند میشوند و توجه شما را یک بار دیگر از خدا میخوایم بعد نامه را تعقیب بکنین و بعد نتیجه بده و از کل ملت مردم افغانستان که دعوت کردین. شما قابل قدر هستین. اتحاد و وحدت همپارچگی امیدوار هستم که بیاید و خداوند شما را به حفظ خود داشته باشد. دیگه وقت داره نمیگیرم. بسیار تشکر. بسیار تشکر آقای نوری. شما هم دوست بسیار عزیز دریچه سخن هستین. همیشه پیام ها و لطف مهربانی های شما هیچ وقت یادم نمیره. همیشه لطف کردین، مهربانی کردین و نظرات نیک را که دریچه سخن ابراز کرده. شما هم یکی از کسایی بودین که با ما همکار هستین و ما بسیار خوش هستم که کسایی را حتی ما ندیدیم و اونا به طور کامل حتی ما را نمیشناسن، هم با می آمدن ما به دریچه سخن از طریق تصویری اونا مهربانی میکنن، لطف میکنن و میدانن که دریچه سخن آبرو و عزت مردم افغانستان در همه حوزه و احوال مد نظر داره و بازم از لطف همه شما عزیزان راجع به مولانا هم میخواستم یک صحبت کنم و در وقتها کنش ها و واکنش های را هم همراه داشته و اصلا اینطور بود که در یک مؤسسه به نام ثبت داشته ها در یونسکو هست که در اوجه یک مصاحبه را آقای صالحی رضای صالحی اونا داشتن و اینطور گفتن که اثر مثنوی و معنوی را به مثابه میراث کشور ترکیه و کشور ایرانی را ثبت و رجستر میکنیم که بعد از او هم با کنش ها و واکنش ها همراه بود و ما و شما این موضوع را هم دیدیم، ولی به اصطلاح با جزئیات این صحبت نشده بود که کدام اثر، چه قسم اثر و چی، و در او هم با یک بازی با کلمات، یک ادبیات مغلقی که فرضاً آرامگاه مولانا در ترکیه است و خاص
خواستگاهی از این در آریانای بزرگ است و با او خاطر حتی از زادگاهی از این هم قسمی یاد شده بود که ما تو در همه برهم که گویا زادگاهی از این هم در یک قلمرو آریانای سابقه که جزء ایران فعلی بوده باهو بوده و این موضوعات با واکنش ها همراه بود و دلایلش هم به شما هیزا عرض کرده بودم که یکی از موضوعات بسیار عمده و اساسی همی است که و بعد از او هم البته دولت افغانستان هم واکنش نشان داد و بالاخره قسمی وانمود شد که نه یک اثر معنوی مثنوی معنوی که در همو کشور ایران و است و این فقط تنها همی اثر ثبت و راجستر میشه. به هر ترتیب یک فیلمکی بسیار کوتاه داشتم، یک دو سه دقیقه نشان میتم بین کلیپ اگر فرزاد جان لطف کنن باز پس من دوباره پس برمیگردم در خدمت شما می باشم. این روزها نام مولانا در خبرها زیاد دیده میشه. چند پیش رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از توافقی با ترکیه خبر داد که بر اون اساس مثنوی مولوی به صورت مشترک توسط ایران و ترکیه در یونسکو ثبت میشه. در شبکه‌های اجتماعی نظرات مختلفی در این مورد مطرح شد. برخی از کاربران ایرانی معتقدند مولانا ایرانیه نه ترک و باید به نام ایران ثبت بشه. ترک‌ها هم طبعاً چنین باوری ندارن. اما اگر خود مولانا امروز زنده بود خودش رو اهل کجا و متعلق به چه کسی میدونست؟ بشنویم نظر دکتر احمد کریمی حکاک استاد ادبیات فارسی رو در این رابطه. کشوری به نام ایران که وجود نداشت در اون دوره. سرزمین ایران البته بود ولی از قادسیه، جنگ قادسیه تا تأسیس دولت صفوی حکومتی به نام ایران نبود و مثلا سلجوقیان و خوارزمشاهیان که در زمان اونها مولوی در بلخ به دنیا آمد به نام ایران حکومت نمی‌کردن، اونا خوارزمشاهیان بودن به اصطلاح، یعنی از خودشون رو متعلق به خوارزم می‌دونستن، اونم نه در مفهوم اینکه خوارزم یه مملکتی باشه، در مفهوم اینکه خودشون اصلشون در خوارزم، زادگاهشون خوارزم بود. بنابراین بلخ و بسیاری شهرهای دیگه مراکز فرهنگی یک منطقه وسیعی بودن به نام خراسان. مولوی رو اگر به نظر من گیرش بیارید و امروز بپرسیدش تو کجایی هستی و کی هستی، بیش از هر چیز میانی مسلمانم، یعنی لایه اولی هویتش رو مذهبش میدونه، بعد از اون میگه من خراسانی هستم و بعدم اگر بخواید بگید چگونه مسلمانی از کجای خراسان آمده، شهر خودش رو میگه، در بلخ به دنیا آمده و بلخ شهری است برای خود، بلخ قلمروی است، خطه‌ای است برای خودش. بنابراین مملکتی نبوده، نه کشوری به نام ترکیه بوده، نه کشوری به نام ایران بوده، نه کشوری به نام افغانستان بوده. اون چیزی که بوده خراسان بزرگی بوده که اسماً بخشی از امپراتوری اسلام بزرگ بوده که مرکزش بغداد بوده، ولی خب بسیاری از دیگه تا زمان قرن 13 که مولانا در اون به دنیا آمد، در 1207 به دنیا میاد، حکومت خلفای عباسی هم قلمش روندگی نداره، یعنی خراسان رو میشه قلم رو اونها ندونست. این است که مولوی رو میشه گفت اهل بلخه. مولوی یک مسلمان سنی احتمالا حنفی مذهبه، چون پدرش هم حنفی مذهب بود ولی در هیچ کدام از اینها خودش رو اسیر نگه نمیداره. صحبت‌های دکتر کریمی حکاک رو در مستند گذری به دیار مولانا از بخش فارسی صدای آمریکا شنیدیم. محمد رضا شجریان استاد آواز ایران در همین فیلم در رابطه با جایگاه مولانا در ترکیه چنین گفته: مولانا در ترکیه یک سمبل اقتصادی شده و اینها این نماد فرهنگی ما رو میشه گفتش که غارتش کردن. به چه معنا؟ هم یک شناسنامه جعلی براش درست کردن به نام رومی، برای که مولانا بلخیه. بدتر از اون به مراتب بدتر از اون از مولانا چیزی رو عنوان کردن ساختن که خودش درست عکس اون حرکت کرده و عکس اون حرف زده. به اینی که یه امامزاده ازش ساختن. کسی که میگه ما فارغ از کفر و دینیم، آمدن کارش از یه امامزاده ساختن. کسی که میگه من به تقدیرم و تقدیر هم از ذات من از قادر هر دو جهانم تننا هایا. یعنی این مردم بدونید وقتی میگه من به تقدیرم یعنی انسان، من در اینجا معنی انسانه، میگه من به تقدیرم، این تقدیر رو من انسان دارم میسازم.
تقدیر هم از ذات من است. قادر هر دو جهانم، یعنی هر دو جهان رو من ساختم. یعنی آب و پاکی میذاره رو دست کفر و دین. افغانستان هم به توافق ایران و ترکیه برای ثبت مشترک مولانا در یونسکو اعتراض کرده. افغان‌ها معتقدند مولانا زاده بلخه و افغان تباره. بشنویم نظر اسحاق نگارگر، مولانا شناس و استاد پیشین دانشکده ادبیات کابل رو در رابطه با هویت و ملیت این شاعر شناخته شده جهان فارسی زبان. ما در مورد مولانا ایره مطرح کرده نمیتونیم که وقتی از بلخ متولد شده ضرورتاً از بلخ است، در ایران زیسته ضرورتاً از ایران است. مولانا را وطنش عالم جان است و در عالم جان سرحدات وجود نداره. لکن مولانا خودش میگه که از دم حب الوطن بگذر مایست، که وطن آن سوست جان این سوی نیست. گر وطن خواهی گذر زان سوی شط، این حدیث راست را کم خوان غلط. در غرب مولانا رو به نام رومی میشناسن و چهره‌ای بسیار محبوبه. از خالکوبی روی دست براد پیت که شعری از مولاناست تا آلبوم مشهور هدیه عشق از دیپاک چوپرا، مدانا و دمی مور. از طرفی دیوید فرانزونی کارگردان گلادیاتور اعلام کرده که قرار فیلمی راجع به زندگی مولانا بسازه تا شخصیتش برای مردم ملموس بشه. نقش مولانا رو قرار لئوناردو دیکاپریو بازی کنه. خیلی از مسلمان‌ها اعتراض کردند که چرا باید بازیگری با پوست سفید و چشمان آبی نقش مولانا رو بازی کنه. اما فرانزونی میگه میخواد کلیشه ها رو بشکنه. فارغ از همه اینا بحث و جدل بر سر مولانا، این چهره محبوب شرق و غرب از آن سوی اقیانوس ها تا این سو همچنان ادامه داره و این حرف مولانا که میگه همدلی از همزبانی بهتر است در تمام این همهمه ها گم میشه. نظر شما چیه؟ بیاید به صفحه فیسبوک ما و برامون بنویسید. بیننده عزیز سلام. سر حضرت مولانا و زادگاه و خواستگاه و بالاخره آرامگاه از این صحبت باید زیاد بکنم. برنامه ما 3 ساعت باز تو یک تیر شد، نام خدا که 3 ساعت اصلا نفهمیدم. اما که گفتم باید بر برنامه دریچه سخن ساعتهای زیاده باشه. میخواستم سر ژورنالیسم یک صحبت کنم ولی برای ازای خود میگم که یکی از مقالای ما تازه در هفته پیشتر در شماره 1020 هفته‌نامه امید نشر شده. تقریبا 2 ستون است که سر مسائل مطبوعات و خشونت هایی که در عرصه مطبوعات در 6 ماه اول سال جاری میلادی که رخ داده و خشونت ها هم زیاد است و مثل از این صحبت کردیم و بسا سیر ژورنالیسم در کشور ما و این موضوع به اصطلاح دنباله داره و میخواهیم که این پاورقی ها اضافه شود و بالاخره به شکل یک رساله در بیاره و پیرامون از این میخواستم که سر نقش مطبوعات و تغییرات و تحولات در سطح وزارت اطلاعات و فرهنگ هم صحبت بکنم و بسیار تشکر. من در برنامه 2 روز پیش پنجشنبه هم با خانم زکی جان کوهزاد با اونا در برنامه روزانه صحبت داشتم، مصاحبه داشتم سر مسائل مطبوعات هم در اوج صحبت هایی کردم. یک کتاب دیگر هم The Only Candle ایرا آقای سید اسحاق رها برام روان کردن که در چندین قصه هست راجع به وضع کشورمون که از این هم باز انشاءالله در برنامه‌های بعدی صحبت میکنم و از تشکر میکنم از آقای سید اسحاق رها که اینا هم همکار بسیار خوب هستند. همکارای دیگه هم باید نام بگیرم. آقای محمد ابراهیم حبیبزی که اولین برنامه است که نیستن و یک خوشی داشتن فامیلی و گفتن نمیتونم در اون وقتی که برنامه شما هست اونجا برسم، سلام و حرمت گفتن و یک مصاحبه هم در صدای امریکا داشتن که همو چند 7 هنری که بلد هستن و نشان داده بودن که انشالله کلیپ از او باز در برنامه‌های بعدی در اختیار ما میگذاره که او هم نشر میکنیم. از دکتر صاحب سرای ایرانی که اونا حملات داشتن
پیام و کمک های و برنامه دریچه سخن داشتن از آقای فرید عبرت و از پردیس جان و نور جان و که اینها همیشه برنامه های دریچه سخن تکثیر کردن و آقا را از دوست بسیار خوبم، همکار بسیار عزیزم آقای صفی الله التزام که اوشان همیشه یک نامه بسیار مقبول تبریکی هم برای ما روان کردن به خاطر دریچه سخن و هم یک نامه تبریکی برای مطبوعات روان کردن برای چاپ و گفتن هم که در جای چاپ شده و برای ما کاپیش روان میکنن که انشالله حضور هم باز در برنامه های بعدی انشالله یاد میکنم و همه عزیزای و دوستایی که اونا برنامه های دریچه سخن لطف داشتن و مهربانی داشتن. من فکر میکنم من که من مطرح کردم که مرحوم غلام محمد غبار میگه که ملت عزیزمان بعد از غسل هر خون همون پیراهن چرکین خود به جان میکنن. با او خاطر تغییر و تحول ضروری است و ما باید که این کار کنیم. و آخری گپ همی زمامدارای تسبیح دار میگم که هر روز تسبیح در دستشون است، بسیار دراز در حالتی که صحبت هم میکنن و تسبیح میاندازن تا ولی نمیفهمن که در چه مواقع آدم تسبیح پرته و بازشون هم میگه که ما از دوره حضرت عمر رضی الله عنه نمایندگی میکنیم در حالی که اینا درک نکردن. وقتی حضرت امیرالمومنین حضرت عمر رضی الله عنه اینا خلیفه اسلامی بودن، خلیفه از جمله خلفای راشدین هستند و خلافت به دستشان بود، حضرت ابو هریره را اینا را به بحرین به حیث والی مقرر کردن. میگه اول حضرت ابو هریره نمیخواستن که برن به سمت، ولی نظر به این که چون میگفتن در مدینه منوره میباشیم جای است که رسول الله مبارک هستن، ولی گفتن رفتن و اوجه که رفتن برای خود در اینی که والی بودن یک اسب برای خود گرفتن و یک اسب بالاخره میره به تجارت انداختن، از این سرمایه زیاد به دست آوردن. ولی وقتی که پس آمدن به مدینه منوره که دیدن که همه تمام دارایی‌هایی که در زمان ولایت که به دست ازی بود همه گیش حضرت عمر رضی الله عنه غصب کرده بود. میگه برش گفت چرا؟ من یک اسب خریدم، حق حلال و نظم کار کرد میکردم. گفت به خاطر ازی که در زمان ولایتت خریدی، به خاطر ازی که از سبزه و علفی که کارمندای ولایت رو برده در چراگاه‌ها از امکانات دولتی و حکومتی استفاده کردی و اگر میخوای که تجارت در رونق بدی بعد از اینکه از ولایت پس شدی بعد از او از این شروع و بالاخره او شیر مادرت به اصطلاح کلان میشه. و این موضوع میگه بسیار آزرده خاطر شد، آمد برای مادر خود قصه کرد و مادرش میگه برش گفت که خلیفه مسلمین راست میگه و اگر همین کار اجراات نکنه هر کسی به شکل از اشکال استفاده کنه خلافت و عدالت در کجا باقی میمونه. به هر ترتیب بیننده های عزیز آرزو زیاد داشتم تلفن آخری رو میگیرم و همراه شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. بفرمایید. سلام علیکم سر. بله سلام جناب نوری صاحب. بفرمایید در خدمت هستم. بسیار خلاصه کنین که برنامه را سرخ روشن کردن. بفرمایید سر. بزرگوار سر معتصم خلیلی هستم. السلام علیکم استاد خلیلی، شما کجا هستین؟ هیچ در شروع برنامه نامده. فرصت کرد فقط میخوایم اجازه بدید که در ارتباط حضرت معدود خداوندگار بلخ حضرت مولانا من قصیده خود تقدیم کردم. بفرمایید. خلاص با عنوان حسن ختام من هم خداحافظی میکنم با شعر استاد خلیلی. خداوند یار و مددگار شما. فقط شعر استاد معتصم بالله خلیلی را میشنویم. دوست بسیار خوب و علاقمند دریچه سخن. خداوند یار و مددگارتون. برنامه بعدی 27 آگوست است. باز ما در خدمتتون هستم. تشکر. بفرمایید خلیلی. خداوندگار بلخ. در کنج کلبه بودم و دامان چند کتاب، دیوان دلم سخت چو دریا و پیچ و تاب، تصویر رفتگان به دیوار خانه بود، نام بود ز گلبنان و گلش باز برده بود، اوراق نامرتبم پر به گوشه ها، هر سو فتاده بود چو برگ ها ز شاخه ها، بر روی بسترم ز کتاب ها دو سه خموش، بینی صدف بیرون و درون گوهران به جوش، پهنای متکا که بود سالها سرم، زنجا دماغ شوله زدی بال و پرم، بگذاشتم کتابی که مملوز آیه هاست، پنهای غرق جوهر و گنجینه خداست، بنهادم کتابی که در اون نور سروریست، اقیانوس سروش فلک راز سرمدیست، روشنای امت پیغمبر خداست، فانوس پرزرخشش و انوار انبیاست، از بند شیر و آهنگ جان بلند، وزن
تن ببن. اشک یتیم درست چو امواج بیکران، آوای کودکان و دل داغ مادران. از تاج پادشاه مرصع خون گرم، و از خشم سلاطین و رعیت چو موم نرم. از کلبه های برده سیلاب و بادها، غارتگران قرن و زمان لشکر و سپاه. آن چیست مثنویست در او مشعل خداست، دیوان مولویست که رخشنده طرز ماست. جای خموش جای دگر موجه لهیب، جای چو آب نرم و دگر جا زند نهیب. دامان آسمان و پر نجم و رحمت است، آیات نغز جهاندار قدرت است. دارد هزار گوهر نایاب به دامنش، خالی ز خزف پر ز گوهرهاست دامنش. از بلخ دهد یاد وزان شهر قصه ها، تاراج غاصبان گلوگیر قصه ها. از زردهشت برمک آن آبدان او، و از نوبهار بامی و عظمت و آن شکوه. پهنای خراسان که خور زو کشید سر، در بر کشید تنگ سهر کوه و هر کمر. گوید ز کوه تور و ز موسی روایتی، از عشق برهنه پایان و شبانش حکایتی. گوید ز عیسی و ز مریم پیام ها، و آن اخت سیف های جوانان رزمگاه. دامان وطن یاد کند دشت و درهاش، های های شبانان و بکوسار بر رهاش. آرد کلام نغز زرکوب و چلبی، داستان پند و عبرت از خیش و اجنبی. از شمس جهانتاب که خود شمس مولویست، فانوس پرفروغ دبستان معنویست. بر یاد و در بحر غزلهاش شنا کنون، گه حلقه سما و گه گوشه ها نهان. آتش گرفت و سوخت در آن عشق آتشین، آموخت وی سوختن و پرواز عرش بین. این حق بود که گفتم در وصف آن جناب، نیست پیغمبر جلال الدین ولی دارد کتاب. ای جلال الدین رومی، ای چراغدان فلک، راوی قرآن پاک و مشعلستان ملک. در شبستان کدورتها در شبستان کدورتها خلیل صاحب آقای فرز رخشان وارثی از سوختگان. برخ میبالد به خود از کلک گوهر بار تو، دفتر شش مثنوی از جنبش و اسرار تو. مثنویت در زبان پهلوی قرآن پاک، این سخن مانده ز دانا لخبگان سینه چاک. سر بلند کن آفتاب و نغمه و غوغا نگر، میهنت در کام آتش بیکس و تنها نگر. خلیلی صاحب فرزا صاحب میگه قطع میکنیم، اگر خلاص کنین من بسیار آرزو دارم که بشنوم، بگم برنامه از چراغ سرخ هم تیر شده به خاطر اینکه در آخر میرسم. گوید سرگذشت از سرور سالار دین، یک نگاه از روی رحمت در گرفت افغان زمین. از کرم وحدت نصیب کن رایتش در اهتزاز، تا جهان از جاودان دار تا زمان دور از گداز. متسم غوغای تو آتش و بحر و برفگن، ناله هایت شوله ها در آتش و مجمر فگن. بسیار تشکر خلیل. دریچه سخن با ژورنالیست فرزانه، گوینده شایسته، ادیب وارسته، قلم به دست فرهیخته و گرداننده پرمایه کریم مشتاق نوری. در حفظ و امان الهی باشید. جسم من جانی تو افغان ستانی، و جسم من جانی تو